به نام خدا، من حمید پزشکی هستم، روانکاو و مدرس دوره‌های موفقیت. از اینکه فرصت پیدا کردم تا خدمت شما دوستان عزیزان باشم بسیار خوشحال و سپاسگزارم. در این فایل صوتی دست داریم تکنیک تن‌آرامی یا همان ریلکسیشن رو با هم اجرا کنیم و بعد تمرین تجسم خلاق رو با هم اجرا می‌کنیم و در نهایت از حالت ریلکسیشن خارج میشیم. برای شروع ریلکسیشن توصیه می شود لباس راحتی بپوشید و مکان راحتی برای خود انتخاب کنید. گوشی تلفن خود را خاموش کنید و یا در حالت بی صدا قرار دهید. در مکان انتخاب شده به پشت دراز بکشید و توجه کنید که جسم شما راحت باشد. پاها را به اندازه عرضشان باز کرده و دستان خود را با فاصله حدود 20 سانتی متر از بدن خود قرار دهید و کف دست‌ها رو به سقف باشد. چشمان خود را ببندید و با شمارش من شروع کنید به نفس عمیق کشیدن. عمل دم یا کشیدن هوا به داخل شش‌ها را از طریق بینی انجام دهید. سپس نفس خود را در سینه حبس کنید و بعد عمل بازدم یا خارج کردن هوا را از طریق دهان خود انجام دهید. دقت کنید عمل دم، حبس نفس در سینه و بازدم را هر کدام به مدت یکسان و در حدود 3 ثانیه انجام دهید. یعنی 3 ثانیه عمل دم را انجام دهید، 3 ثانیه حبس نفس در سینه و 3 ثانیه عمل بازدم از دهان را انجام دهید. با شمارش من شروع کنید به تنفس عمیق. شمارش از 5 تا 1 می باشد و هرچه عدد پایین‌تر می آید جسم شما آرام‌تر و رهاتر می شود. 5 دم، حبس در سینه، بازدم. 4 3 2 1. الان ذهنتان کاملا آرام است. بدن شما در یک حالت بسیار آرام قرار دارد. بدن خود را در یک حالت رها و وانهاده احساس کنید. شما کاملا آرام و وانهاده هستید. آرامش در وجود شماست. گردش تمرکز و آگاهی رو از نیمه راست بدن آغاز می‌کنید. تمام نکاتی که من نام می‌برم همراه و همگام با من باشید. اگر نکتی از بدن را از من عقب افتادید آن را رها کنید و با من همراه شوید. اگر فشار استرس زیاد است و می‌خواهید چشمان خودتون را باز کنید می توانید به مدت خیلی کوتاه چشم خودتون را باز کنید و مجددا ببندید. آگاه باشید از انگشت شست دست راست.
آگاه باشید از انگشت دوم دست راست. آگاه باشید از انگشت سوم. آگاه باشید از انگشت چهارم و انگشت پنجم. رویه دست راست خودتون رو احساس کنید. آگاه باشید از کف دست راست. آگاه باشید از مچ دست راست. از ساعد دست راست. آرنج دست راست. بازو. آگاه باشید از زیر بغل سمت راست. کتف سمت راست. سینه سمت راست. آگاه شوید از پهلوی سمت راست. آگاه شوید از لنبر سمت راست. وان پای راست. زانوی پای راست. ساق پای راست. آگاه شوید از مچ پای راست. آگاه شوید از رویه پای راست. آگاه شوید از انگشت شست پای راست. انگشت دوم. انگشت سوم. چهارم و انگشت پنجم. آگاه شوید از کف پای راست. نیمه راست بدن را کاملا رها و وانهاده نگه دارید. نیمه راست بدن خود را کاملا رها و وانهاده نگه دارید. حال آگاهیتون را به نیمه چپ بدن انتقال بدید. آگاه باشید از انگشت شست دست چپ. آگاه باشید از انگشت دوم دست چپ. انگشت سوم دست چپ. انگشت چهارم و انگشت پنجم. آگاه شوید از رویه دست چپ. کف دست چپ. آگاه شوید از مچ دست چپ. آگاه شوید از ساعد دست چپ. آرنج دست چپ. آگاه شوید از بازوی دست چپ. آگاهی خودتون رو انتقال بدین به زیر بغل سمت چپ. کتف سمت چپ. سینه سمت چپ. پهلوی سمت چپ.
منبر سمت چپ، ران سمت چپ، زانو، ساق پای چپ. آگاه شوید از مچ پای چپ. آگاه باشید از رویه پای چپ. آگاه باشید از انگشت شست پای چپ. آگاه باشید از انگشت دوم پای چپ. انگشت سوم، انگشت چهارم و پنجم. آگاه شوید از کف پای چپ. پاد نیمه چپ بدن خود را کاملا رها و وانهاده نگه دارید. نیمه چپ بدن شما کاملا رها و وانهاده است. حال تمام بدن شما از نوک انگشتان پا تا ناحیه گردن کاملا رها و وانهاده است. حالا آگاهی خود را انتقال دهید به پشت گردن. آگاه شوید از پشت سر، تاج سر، پیشانی، ابروها، آگاه شوید از فاصله بین دو ابرو. اگر خطی بین دو ابروی شماست، آن را پاک کنید. آگاه شوید از پیک‌ها. آگاه شوید از گونه‌ها. آگاه شوید از بینی. از دمها و بازدمهای خود آگاه شوید. آگاه شوید از لبها. زبان را در فک پایی به آرامی بخوابانید. آگاه شوید از چانه. از تمام رویه بدن خود آگاه شوید. بدن شما کاملا آرام و رهاست. بدن شما در یک وضعیت کاملا آرام و رها قرار دارد. احساس کنید جلوی درد بزرگ باقی قرار گرفت. آروم در باغ را باز می‌کنید و وارد باغ می‌شوید. به هر سو نگاه می‌کنید گل‌های رنگارنگ زیبا به شما لبخند می‌زنند. از لبخند گل‌ها شادابی و طراوت به شما هدیه داده می‌شود. گل‌های رنگارنگ، زیبا و شاداب. شروع می‌کنید در باغ قدم بزنید. صدای پرندگان زیبا در گوش شما ترانه عشق را می‌خواند.
کمی که جلوتر می‌روید صدای نهر آب در جلوی شما توجه شما را به خودش جلب آرام به سمت آب می‌روید و دست‌ها و صورت خود را با این آب شستشو می‌کنید. با این شستشو تمام کینه‌ها، دشمنی‌ها و انرژی‌های منفی را از وجود خودتان پاک کنید. صدای آب به شما آرامش می‌دهد. آرام بلند می‌شوید و به قدم زدن خودتان ادامه می‌دهید. عطر گل‌های باغ در شانه شما می‌پیچد. عطر این گل‌ها را در شانه خودتان احساس کنید. نسیم ملایمی که می‌وزد پوست شما و موهای شما را نوازش می‌کند. کمی که جلوتر می‌روید از میان برگ درختان نور آفتاب به پوست و بدن شما می‌تابد و حرارت ملایم و دلچسب را به بدن شما وارد می‌کند. این حرارت ملایم را احساس کنید. کمی که جلوتر می‌روید به درب انتهایی باغ می‌رسید. برمیگردید و یک دور باغ را به طور کامل نگاه می‌کنید. گل‌های رنگارنگ زیبا، صدای پرندگان، صدای نهر آب، اشعه طلایی رنگ آفتاب، عطر گل‌های معطر، نسیم ملایم، تمام اینها هدایای ارزنده‌ای است که به شما بخشیده شده. عشق، محبت، صمیمیت و صفا با دستی پر از هدایای ارزنده از در انتهای باغ خارج می‌شود. در آرامش کامل به فضای تمرین برمیگردید. آگاه باشید از فضایی که در آن در حال تمرین کردن است. آگاه شوید به صداهای دور و نزدیک. سنگینی جسم خود را روی زمین احساس کنید. سفتی زمین را احساس کنید. برای بیدار شدن هیچ عجله‌ای نیست. هر موقع احساس آمادگی کردید، کمی دست‌ها و پاهای خودتان را حرکت دهید. هر موقع احساس آمادگی کردید، کمی دست‌ها و پاهای خودتان را حرکت دهید. آروم سرتون را به سمت راست و به سمت چپ بچرخانید. پاها را کنار هم جفت کنید. دستها را بالای سر قلاب کنید و با یک دم تمام بدنتون را بکشید. کشش از نوک پا تا نوک انگشت‌های دست و با بازدم رها کنید. مجدداً با دم تمام بدنتان را بکشید و با بازدم رها کنید. آروم به سمت راست بپیچید و روی پهلوی راست دراز بکشید. پاها را در شکم خود جمع کنید. به آرومی با چشمان بسته روی زمین بنشینید. به آرومی با چشمان بسته روی زمین بنشینید. کف دستها را به سرعت در هم ماساژ بدید.
تا یک سوزش و داغی در کف دست‌ها احساس کنید. زمانی که این سوزش و داغی را احساس کردید، دست‌ها را پایین آورده و به آرامی چشمان خود را باز کنید. به آرامی چشمان خود را باز کنید. تمرین ریلکسیشن در اینجا به پایان رسید. آرامش تبدیل وجودتان. لایک و اشتراک یادتون نره. شاد و تندرست و موفق باشید و از زندگی لذت ببرید.